حکیمی را پرسیدند چه موقع برای برگزیدن عزلت و گوشه‌نشینی مناسب تر است. گفت زمانی که شخص توانا شود. پرسیدند توانا از نظر ثروت؟ جواب داد نه، چرا که ثروت را اعتباری نیست. گفتند توانا از نظر جسمی؟ فرمود نه، چرا که جسم را بقا و اعتباری نیست. گفتند توانا از نظر عقلی؟ جواب داد خیر، چرا که عقل زوال دارد و آن را اعتباری نیست. پرسیدند مسخرمون کردی؟ فرمود آری. صبر کن میرم ناکس این وسط. من که فهمیدم تو داری چی میگی. اول برنامه داری میگی که مقام عظما که گفت صبر کنین موقعش که برسه اقتصاد مقاومتی ما رو از اون وضعیت فلاکت در میاره، همش مسخره بازی بود نه؟ آیه دکتر ممکنه شباهت زیادی وجود داشته باشه، ولی من این حرف رو نزدم. حکیم و وردا به جاش بذار مقام عظما، معلوم میشه چی داری میگی از اول تا آیه دکتر شما دنبال بهانه میگردین که دعوا را بندازید، وگرنه مگه من یک کلمه از درب و داغون بودن وضعیت نظام و عقب نشینی های آسانسوری بعد از تأثیرات جام زهر و جریانات عراق و یمن و لبنان مگه من از این چیزا حرفی زدم؟ قربونت برم. انصافا که تو این چیزا رو نگفتی. هیچ صحبتی هم از دعوای داخل نظام و بحث حمله احمدی نژاد به قضاییه و لشکرکشی صادق لاریجانی و افشاگری بقایای اینا هیچ صحبتی نکردی. من شاهدم. این هوشیاری استراتژیکی رو از شما یاد گرفتم. آره دیگه. که از این نقاط خطرناک بدبختی نظام اسمم نیارم، وگرنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. ولی شما جواب این اجایی رو بدین که از این هوشیاری‌ها نداره و همینطوری حرف میزنه. نه، قرار شده تا جایی که میتونم با زبونم کسی رو ناراحت نکنم، فقط با لغت، اونم به موقعش. دکتر توی این وضعیت خطیر که نظام و عظما گیر کردن منتظر بودیم اروپایی کمک جدی بکنن. چی شد این که منتظری که زیر پروبالمون بگیرن به خاطر عادت این سال هاست. نترس، از سرت میپره، چون دیگه این خبرها نیست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که سر جلسه امتحان موقع تقلب مراقب جلسه مچ طرف رو گرفت. طرف که این تو عادت کرده بود گفت مچ گرفتن هنر نیست، به جاش دستمو بگیر. مراقبم دست طرف رو گرفت، کشون بردش پرتش کرد جلسه بیرون. روشن شد یا بگیرم بفرستم بیرون جلسه. آیا دکتر با دلی شکسته بابت مثال رعب‌آوری که زدین میرم سر سوال بعدی در مورد آماده شدن زیرساخت‌های اقتصادی جام زهر. من یه قاطی کردم FATF و ICSFT و اینها که هی امضا میکنیم و هی پشیمون میشیم ولی دیگه سودی نداره. اینا چیه آقای دکتر؟ آره از قیافت هم پیداست که کامل قاطی کردی. شدی این اونی که میخواست بره بجنورد، اشتباهی بلیت بیرجند گرفت، از اتوبوس که پیاده شد دید رفته بروجرد. اینایی که اسمشون آوردی به زبون بسیجی فهم، یعنی اینکه خودمون با دست خودمون قرار شده که فرماندهی سپاه رو تحریم بکنیم. خودمون میگیم اگه به حزب الله کمک کردیم بیاین ما رو تنبیه کنین. آره توضیح بیشتر. بعضی کتک خوردن ها 2 مرحله‌ای هستن، نمیدونم خوردی یا نه. بله کتک خوردن خودم از بابام 2 مرحله‌ای بود. کتک میخوردم گریه میکردم، بعدش کتک میخوردم که گریه نکنم. آها تا حالا دست به یقم شدی؟ زیاد، البته همیشه بعدش بد جوری خوردم. دکتر طرف یکی میزنه زیر دستت، بعد با کله میزنه توی تک و پوزت. اینو بهش میگن FATF. گاردت که باز شد این کله زدن رو بهش میگن ICSFT. فهمیدی یا نه؟ ضربش مثل کف گرگی خودمون میمونه. نه کف گرگی که بخوری ممکنه بعدش پاشی، ولی از این یکی دیگه پا نمیشی. آیا دکتر مگه ما ابرقدرت منطقه نیستیم؟ پس چرا دیگه تو هیچ کنفرانس و جلسه و مذاکره دعوتمون نمیکنن؟ 1-2 تا راهنمود بدین درست بشه دیگه. اوضاع منطقه بدجور بیریخ شده، دست من و تو هم نیست. الان به سلامی و جعفری هم که من پوزبند بزنم بالاخره اون حسن خرسه و حسن نصرالله منظورتونه، اون روسیا و اینا کار خودشونو میکنن، زیپ دهنو باز میکنن، همه چی رو میریزن بیرون. نوچه تربیت کردیم قاطوق نونمون بشه، شده بلای جونمون. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به بهادر عرض میکردم بله
میفهمودن که پشت کارت دعوت به جشن نوشته بود که حاج قربون علی و خانواده محترم به جز اون پسر وسطیه کرم علی نفهمه، بیشعوره، بی تربیت، خاک بر سرتون با این بچه بزرگ کردنتون، اصلا خودتون هم نمیخواد بیاید. دکتر دنیا خیلی نامرده. سردار سلامی هر از چندگاهی میاد بحث موشک 2000 کیلومتری و 3000 کیلومتری میکنه و نعره میکشه و میگه ناوای آمریکایی اگه بیان سیبیل ما میشن و از یه حرفا، ولی کسی کیاش کمبارش نمیکنه. حیف این بدبخت اینجوری خرجش میکنی. آخه سلامی هم مثال تو میزنی واسه من. هر کی هر چقدر ریاضیاتش ضعیف باشه بازم اینو داخل آدم حساب نمیکنه. یه جای دیگه هم پیدا نمیشه که ما بیایم اینو خرجش بکنیم. خب همینجا باید خرجش بکنیم دیگه. ولی خب اینو راست میگی، کسی آدم حسابش نمیکنه. من موبوی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم، بله میفهموندن که مشنگه فکر میکرد اگه تهدید بکنه تحویلش میگیرن. به باباش گفت من دیگه تحمل این زندگی رو ندارم، میخوام از این خونه برم بیرون. بابای گفت خب همین الان میری؟ گفت آره چطور مگه؟ بابای گفت هیچی، حالا که داری میری این آشقارا رو ببر بذار دم در. روشن شد یا بزنم که با سردار سلامی کنف بشی عین خودش. آیه دکتر شما راهنمود شفابخش نمیدین، همش چشم اندازای تیر و تار ترسیم میکنین. خب قربونت برم، توی موقعیت‌های راه حل خوب فقط همینه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن از بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که پسره تب کرده بود افتاده بود تو خونه، یهو با بزرگش با تفنگ ساچمه‌ای اومد تو، به بابای پسره گفت اگه خیلی زجر میکشه بگو بزنم خلاصش کنم. روشن شد یا بزنم توی کرم خلاص کنم این وسط. آقای دکتر این یه نقطه عطف تو توهینا و تیرای زهراگین و خنجرهای زبونی که به پک و پهلو و سینه مقام عظما تو همین برنامه وارد کردین شما. قربونت برم، آخه این چه قدرشه؟ تو تیر خلاص میزنی تو شکم مقام عظما واسه چی؟ آخه این بدبخت فلک